با گذشت اینک یک هفته از بازداشت شوکرجان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، مقامات تا هنوز بازداشت این حقوقشناس معروف و سیاستمدار مخالف را یگان نفس شرح ندادند و ابنامه رسمی ضد او اعلان نشدن نیز تا کنون در یگان جا نشر نشده است. در همین حال سازمان‌های عمده مخالفین حکومت که در خارج و اساساً در اروپا عمل می‌کنند، بازداشت شوکرجان حکیموف را باز یک علامت دیگر برجسته سرکوب دیگراندیشی سیاسی در تاجیکستان نامیده به شدت محکوم می‌کنند. از جمله پیمان ملی تاجیکستان یک ائتلاف در خود این کشور ممنوع نیروهای مخالف روز 19 ایول سال 2024 در یک اظهارات از مقامات رهایی دکتر علم‌های حقوق‌شناسی شوکرجان حکیموف را طلب کرد. پیمان ملی تاکید کرده است که بازداشت و از صحنه سیاسی کشور دور کردن سیاستمداران صاحب‌اندیشه و مستقل مثل شوکرجان حکیموف برای آینده ملت و دولت تاجیکستان فلاکت بار خواهد بود. پیمان ملی به شرح فرضیه احتمالی به پرونده پر سر و صدای رئیس حزب دموکرات سید جعفر عثمانزاده ربط داشتن بازداشت حکیموف نیز پرداخته، بازداشت یک سلسله سیاستمداران از جمله سابق رئیس شورای عالی تاجیکستان اکبرشاه اسکندرов، سابق وزیر کارهای خارجی تاجیکستان همراخان ظریفی، رئیس پیشین حزب دموکرات تاجیکستان وکیل پارلمان سید جعفر عثمانزاده، معاون اول رئیس حزب دموکرات تاجیکستان احمدشاه کاملزاده و دیگران را نگرانی کننده نامیده است و گفته است اتهام تبادلات دولتی به ضد عثمانزاده ظاهراً یک بهانه است برای خالی کردن میدان سیاسی کشور و بیشتر زیر ترس و فشار قرار دادن ملت است. حرکت سیاسی نیز در تاجیکستان ممنوع گروه 24 در اظهاراتش بازداشت شوکرجان حکیموف را دلیل نبودن دموکرات در تاجیکستان و یک پاره دیگر بازی‌های سیاسی رژیم رحمانوف برای خاموش کردن آواز مخالفین نامیده محکوم کرد. طور نخستین شده پایگاه خبری بامداد خبر داد که شوکرجان حکیموف حقوقشناس معروف و معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات هفته قبل بازداشت شده در سزا یا بازداشتگاه واقع در حدود محله 46 نویه فردوسی شهر دوشنبه نگاه داشته می شود. نزدیکانش درباره مشخصاً بچه عیبدار شدن او اظهار بخبری می کنند. شوکرجان حکیموف به سبب در بازداشت قرار داشتنش روز 16 ایول در مراسم دفن مادرش همراخان حکیموف در زادگاهشان شهر کانبادام ولایت سوخت اشتراک کرده نتوانست.